سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما دوستان عزیز همراهان آسترو فارسی. کامران هستم، در خدمتتون هستم. یک ویدیو خیلی مهمی رو داریم، بررسی خواهیم کرد ورود ساترن رو که بعد از 30 سال، بعد از بهتر بگیم 29 سال و اندی برگشته به نشان آتشین و کاردینال قوچ که خیلی مهمه، به خاطر اینکه ساترن کل زودیاک رو سپری کرده و ما رو با درس‌های مختلفی آشنا کرده. ساترن خدای کارما و زمان هستش. ساترن خدای محدودیت هست، خدای نظم، انضباط، حکومت و فشاری هست که از این طریق ها ممکنه به انسان ها، ممکنه که به جهان وارد بشه، به در واقع سیاره زمین و به مردم. ساترن یک سیاره بسیار خشک هست، پس بنابراین رفتارش رفتار خشنی هست، رفتار و سردی خاص خودش رو هم داره. سیاره ساترن هر جا قرار بگیره، تو هر نشانی، تو هر وضعیتی در آسمان قرار بگیره، تمرکزش رو روی محور محدودیت قرار میده و یک ساختار رو از نو میسازه. یعنی چی؟ ببینید، حالا من جلوتر براتون توضیح میدم. ما زمانی که ساترن رو داشتیم در این وضعیت، حکومت ها عوض شدن، خیلی مهم هست و این روزهایی که ما در پیش رو داریم روزهای سرنوشت سازی برای جهان هستی است. همیشه سال 2025 در آسترولوژی سال بسیار مهمی بوده، دقیقاً به خاطر یکی از دلایلش به خاطر همین هست که ساترن برگشته توی نشان کاردینال، توی نشان قوچ و این جمع شده چند تا انرژی با هم دیگه و یک ساختار قراره، در واقع سیاره ساختارساز هست. انرژی این سیاره الان ساختارسازی قراره بکنه و یک جورایی ساختارهایی که توی اون خونه‌ای که الان رفته قرار گرفته، شرایط و نشانی رو که بر اساس پایه‌ای، حالا هر پایه‌ای که شکل گرفته، اونها رو مورد کنکاش، مورد فشار، مورد بررسی دوباره قرار میده، اینها رو محدودشون میکنه و تحت فشارشون میذاره و از بغل اینها یک ساختار جدید شکل میگیره، یه جور بازسازی میکنه، رفرش میکنه، یه جور ریست میکنه، یک جورایی از نو میکوبه، میسازه. به قول معروف اسکلت بنده یک ساختمون رو که در نظر داشته باشین، تمام هر آن چیزی که ما در ساختمان میبینیم روی اون اسکلت ها بنا شده. شاید ما به دلیل همین بحث مسائل استخوان‌بندی و اسکلت و ساختارهایی که به لحاظ بیسیک، بسیار بیسیک وجود داره، ممکنه یه سری دردهایی رو ما تجربه بکنیم در بدنمون. دکتر هم میریم، دکتر میره آزمایش‌های مختلف میگیره، بررسی میکنه و ما هیچیمون نیست، اما ما درد داریم میکشیم. اینها ریشه های کارمایی ممکنه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یه جایی از کجا ریشش میاد و ما نمیدونیم، اما یه جایی شما یه اتفاقی برات افتاده و حالا داری جوابشو میدی. سیاره ساترن داره شما رو درس بهت میده، این یادت باشه. دوباره دارم تاکید میکنم، داره به همون درس میده. دوست عزیز دلم، پیگیری میکنی، میری دکتر، این ور اون ور، آزمایش، همه چی شما رو سالم نشون میده، اما یه دردهایی اومده سراغمون که ما باید بریم کشف بکنیم که چرا این درد دلیلش چیه، کجا کار بدی کردی، کجا به یکی بدی کردی نتونسته جوابتو بده، کجا. این کجاها رو باید بهش بیشتر بپردازیم دوست عزیزم. کارمایی که الان وجود داره کارمای زندگی گذشته ما هست، کارمای زندگی سپری شده ما هست. دوست عزیز، باید ببینیم که در گذشته ما چه کار کردیم. اگر کار خوب کردیم الان خوبی میبینیم، ولی اگر کار بد کرده باشیم دیگه الان شمایید و دیگه خدمتتون که عرض شود این درسایی که باید بگیرید از زندگی. ساترن سیاره خشکی است، سیاره بدون رحمی است، سیاره خیلی دیسیپلین بالا، جدی، یه جورایی مثل پادگان ارتشه. یعنی با هیچ کس شوخی نداره، با هیچ کس. بهت یه جوری درس رو میده که تا آخر عمرت یادت باشه. اینو یادت نره دوست عزیزم. ما رو وادار میکنه به تولد دوباره، هر دفعه ما رو میبره به سمت سوی این که بکوبونه از نو بسازه، بکوبونه ما رو از نو بسازه، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ روحی، روانی، فکر. خب اتفاقایی که داره برای ما میفته اینا همه وظیفه ساترنه، چیزایی هستن که کارماهایی، مسائلی، درسهایی، مواردی که ناتمام موندن و ما باید اینا رو پاسشون کنیم. ببین، ما در زندگی یک سری امتحانا رو باید بدیم، چه خوشمون بیاد چه نیاد.
و چه قبولش داشته باشیم یا قبولش نداشته باشیم، نه تن مهم هم نیست که قبولش هم نداشته باشیم. خیلی بیرحم تر از چیزی است که ما تو ذهنمون مثلا میسازیم آره زندگی نانازه و خوبه و نه، یه جاهایی خیلی هم بیرحمه. مهمم نیست که ما اصلا خواستیم یا نخواستیم، چون در این جهان هستیم شامل حالمون میشه. پس ما باید یک سری مراحل رو درس بگیریم، یک سری درس ها رو پاس بکنیم، یک سری ببین کارما چی میگه؟ کارما میگه شما هر کاری با هر کسی بکنی تو همین جهان سرت میاد و همه ما هم این رو دیدیم. چطوریه وقتی که فلانی رو میبینیم برای دیگران میگیم که آره دیدی فلانی فلان کارو کرد فلان جا، الان مثلا چوب خدا بوده نمیدونم خورده، حالا بخور، حالا مثلا فلان. خب همینو برای خودمونم باید بگیم دیگه. نمیشه دیگه، نمیشه که من در حق شما بدی بکنم بعد شما ببینی که من پدرم در اومده بگی آها دیدی فلان جا فلان بدی رو در حق من کردی، الان خدا زددت، حالا برو کارماشو پس بده. و مثلا فردا روز شما در حق یه نفری بدی بکنی بعد مثلا جهان دو دستی بهت بهشت بنین رو تقدیم بکنه. از این خبرها نیست دوست عزیز. باید وایسی تو همین جهان، توی همین زندگی کارماشو پس بدی، بعدش میری اون دنیا. و اون دنیا هم که هر اتفاقی بیفته که دیگه اونجا کسی ازش خبری نداره. پس وظیفه ساترن چیه؟ وظیفه ساترن رو من میخوام خیلی راحت بگم، یک ناظم، یک معلم خیلی خشن، خیلی بیرحم، خیلی دو تا چارتایی که به شدت عاقله و مو رو از ماست میکشه و اومده که با یه ترکه آبدار که خلاصه آره اونایی که باید ترکه بخورن و یا حالی بهشون بده، بهشون بفهمونه که اینجا رئیس کیه. یه سری مسائل، یه سری درس ها ممکنه ناتموم مونده باشن، اینا رو ما باید در این مقطع پاس بکنیم، به اون تکامله باید برسیم. دوست عزیزم ساترن توی 30 سال گذشته دونه دونه این خونه ها رو رفته و الان ما دوباره یک جورایی میشه گفت تولد دوباره داریم. تولد همیشه یادت باشه تولد فرایند دردآوری است، هم برای مادر و هم برای کودک. اینا دوتایشون دچار یه تغییر خیلی خیلی بنیادی و بیسیکی میشن. اصلا هم دوتایی خوششون نمیاد از این تغییر، یعنی هم مادر اذیت میشه تا بچه دنیا میاد و هم بچه اذیت میشه تا به هر حال مسیر تولد رو طی میکنه و پا به جهان اصلی میذاره، از اون محیط امن خودش خارج میشه و میاد پا به جهانی میذاره که هیچ درک و شناختی که بماند، هیچ ذهنیتی در موردش نداره. مادر هم به همین شکل، مادر هم شاید مخصوصا وقتی که دفعه اول باشه شما اصلا هیچ ذهنیت خاصی نسبت به بچه‌تون ندارید، نسبت به بچه داری ندارید، نسبت به توانایی‌های خودتون هم ندارید و شما یک چالش رو در پیش رو خواهید داشت. این تولد در واقع برای مادر و بچه دوتایی خیلی چالش برانگیزه. ما الان توی اون شرایطی هستیم که باید در واقع متولدمون میکنه. ساترن ما رو دوباره متولدمون میکنه، از نو میریزونتمون، دوباره میسازتمون، میاردمون بالا و توی این ساختن اون بلاهایی که سر دیگران آوردیم رو یا حتی خوبی هایی که به دیگران کردیم و به ما برمیگردونه. پس خوش به حال کسانی که در این 3 دهه گذشته آدم های خوب و سر به زیر و مأخوذ به حیا و دوست داشتنی بودن، آدمایی بودن که آزارشون به کسی نرسیده و الان میتونن به خودشون امیدوار باشن که اتفاقای خوبی براشون ممکنه که بیفته. نشان قوچ نشان کاردینال هستش، حواستون به این موضوع باشه. نشان قوچ خودش یک مدیریت داره، یک کنترلگری داره. ساترن اومده تو نشان قوچ نشسته. مدیریت، کنترلگری، سلطه‌گری، اینطور مسائل خیلی به چشم میاد، خیلی بولد میشه، خیلی مهم میشه پرداختن بهش و اینکه حواسمون باید باشه که این اتفاقها طبیعیه. ساترن تا 13 جولای در این نشان میمونه، بعد از 13 جولای برگشتی میشه و دوباره در 1 سپتامبر وارد نشان ماهی میشه و در سال 2026 مجدداً وارد نشان قوچ میشه. حالا یه نکته کلیدی، نکته کنکوری بهتون بگم. ببین دوست عزیز من، این مسیریه که خدمتتون گفتم الان داره در واقع توی نشان قوچ هست، بعدش برمیگرده، بعد از این 13 جولای بعدش که برگشت باز دوباره توی 1 سپتامبر وارد نشان ماهی میشه و 2.5 سال هم اونجا میمونه.
مسیرش پس مشخصه. حالا نکته کنکوریش چیه؟ این هستش که در مسیری که داره با نپتون با همدیگه یکی میشن، یعنی همخونه میشن، هم راستا میشن. خب و وقتی ساترن و نپتون با هم کنار هم قرار بگیرن یه ترکیب قدرتمندی رو ایجاد میکنن. من بهش به این ترکیب میگم ترکیب برنده. یعنی چی ترکیب برنده؟ نکته کنکوریش اینه که شما برای خودت هدفتو بذار، خب کاری که میخوای بکنی رو بکن، تلاش کن برای هدفت، برنامه ریزی بکن و من ساترن در کنار نپتون ما دوتا دست به دست هم دادیم، انرژی همونو میذاریم وسط که شما به هدف قشنگت برسی و به هدفات به حقیقت بپیونده و قرار آرزوهای قشنگت تجربه بشه. پس نکته کنکوریش اینه. پس نکته کنکوری ما این شد که در آینده ای نه چندان دور، یعنی همین 1-2 سال اخیر، ما قراره شاهد اتفاقهایی باشیم، شاهد وضعیتی باشیم در آسمان که کمک میکنه که ما به اهدافمون برسیم. پس یعنی ما باید، گفتم قراره از نو بسازیم، از نو متولد شیم، یعنی ما میتونیم برنامه ریزی بکنیم، دوباره میتونیم بریم کاغذ قلم برداریم ببینیم چی میخوایم از زندگی بنویسیم و بعد مسیر براش درست بکنیم. آقا مسیر رسیدن من به فلان هدفم اینه. تمام اهدافتون رو مشخص میتونید بکنید، مسیرهاش رو براش قشنگ دیتیل بنویسید و طبق همون دیتیلی که نوشتید و نقشه راهی که درست کردید برید جلو و شروع بکنید به ساختن اون چیزی که میخواید. چرا؟ چون جهان هستی، کائنات دست به دست هم داده که به شما یه ولکام خوب بگه، یه خوش آمدگویی خیلی خیلی خوبی رو داشته باشه در راستای رسوندنتون به اهداف بزرگ و یه جورایی همون قول چراغ جادو است که در خدمت هم ارباب. این ترکیبی هستش که باعث این میشه که شما دچار یک نمیتونم بگم خود برتر بینی، اما دچار یک قدرتی میشید که احساس میکنید میتونید یک موقعیت رهبری رو داشته باشید، میتونید یک شجاعت این رو دارید که ابراز وجود بکنید، شجاعت این رو دارید که تو جمع خودتون رو اثبات بکنید، خودتون رو نشون بدید و این خیلی عالیه. این به شما کمک میکنه که شما به اهدافتون راحت‌تر برسید. جسور بودن رو در شما، این نکته کنکوری دومه دوستان، جسور بودن رو در شما خیلی بولد میکنه و شما خیلی راحت، یعنی ناخواسته، اصلا تلاشی خاصی براش نمی کنید، ناخواسته میبینید که همه چی خیلی خوب و خوش و عالی و دوست داشتنی هستش. عزیزای دلم، ساترن در نشان قوش در 7 سال آینده میتونیم به این در واقع اشاره بکنیم که خواسته های ما رو یه جورایی با سرعت خیلی خیلی زیاد انجام میدن و این یه پیوندی که بین ساترن و در واقع نپتون هستن، این پیوند معمولی میتونم بهتون بگم که نیستش، یه پیوند قدمتدار هست و ما خیلی خوشبختیم. خوب گوش کن دوست عزیزم، خیلی خوشبختیم که داریم این دوره رو از زندگیمون تجربه میکنیم و این انرژی رو داریم تجربه میکنیم. آخرین باری که ساترن و نپتون با هم دیگه پیوند داشتن، با هم نشین بودن، برمیگرده به نشان کپریکورن. یعنی ساترن و نپتون در 1989 تو نشان کپریکورن با هم دیگه ملاقات داشتن. یعنی آخرین باری که ساترن و نپتون با هم در نشان قوچ ملاقات کردن برمیگرده به 177 سال پیش، یعنی قرن 19 میلادی. یعنی ما نزدیک 200 ساله که این اتفاق نیفتاده. خیلیه ها، 177 سال پیش در نشان کپریکورن با هم دیگه اینا ملاقات داشتن ساترن و نپتون و الان بعد از نزدیک به 200 سال ما خوشبخت ها تونستیم این رو تجربه بکنیم. این یک نکته خیلی 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 عالیه. اصلا من خیلی خوشحالم، یه سر کیف دارم میکنم اینا رو دارم میگم. اصلا خیلی عالیه. شما وقتی میشینی بررسی میکنی این مسائل رو، اصلا روح و روان تازه میشه دوست عزیز من. نکته جالب این قضیه میدونی چیه؟ اینی که در همون زمانم که این دوتا با هم نشینی داشتن در نشان قوچ، یک تحولات انقلابی شده، ایده های خیلی زیادی خلق شده.
تغییرات بنیادین، ساختاری، اجتماعی، تحولات اجتماعی، تحولات سیاسی خیلی زیادی اتفاق افتاده. ببین هر 36 تا 37 سال یک بار، اینو یادت باشه که هر تقریبا 36 خورده ای 37 سال، نزدیک 37 سال یک بار نپتون و ساترن هم دیگر رو ملاقات میکنن. حالا این که در کدوم نشان باشن باز اون خودش داستان جداگانه است که در کدوم خانه در واقع اینا هم دیگر رو ملاقات بکنن، تاثیرات خاص خودشو داره. ما الان از 36 خورده 37 سال پیش تا الان نپتون و ساترن همدیگر رو ملاقات نکردن. الان دوباره این اتفاق افتاده. این هم نشینی توی خونه قوچ هم برمیگرده باز به 177 سال پیش و ما کمتر کسانی رو داریم که اصلا بتونن یه قرن رو تجربه بکنن. افراد معمولاً به یک قرن زندگی نمیرسن، ولی ما یه جورایی میتونیم خوشحال باشیم که به لحاظ همنشینی این دوتا و شرایط تغییر و تحول از یه قرن پیش تا الان ما بیشتر، حتی بیشتر، 177 سال، نزدیک 2 قرن پیش رو ما میتونیم تجربه بکنیم. به لحاظ آسترولوژی دارم خدمتتون عرض میکنم. روحتون، ذهنتون و حتی جسمتون درگیر یک سری تغییرات خیلی بزرگی خواهد شد. از این تغییرات نترسید. یادتونه من همش دارم بهتون میگم توی ویدیوهایی که حالا توی این مدت تعدادشون هم حالا زیاد نبوده، تازهشون چالش رو شروع کردیم، اما توی این ویدیوهایی که من براتون گذاشتم همش دارم میگم باید جنبه پذیرش تغییر رو داشته باشید. رسیدیم به جایی که شما الان متوجه شدید چرا من اونجا داشتم این حرفو میزدم. یادتونه من توی این ویدیوهایی که توی این مدت براتون گذاشتم که حالا تعدادشون هم زیاد نیست، چنل تازه راه اندازی شده، اما مدام دارم میگم که آقا از تغییر نترس، جنبه و تحمل پذیرش تغییرات بزرگ رو داشته باش. الان رسیدیم به اون جایی که شما متوجه میشید که چرا من دارم توی این ویدیوهایی که گذاشتم مدام این رو تاکید میکنم که هی دارم یادآوری میکنم ما دوچار یک سری اتفاقهایی میشیم که اینها باعث اینن که ما رو میبرن، ما رو سوق میدن به سمت و سویی که بلوغ برای ما اتفاق میفته. این بلوغ طبیعتاً اول از همه توی فکرمونه و بعدش در رفتار و افکار و گفتار و همه چیمون هستش. ما به این بلوغ میرسیم و این بلوغ بسیار بسیار خوب و دلپذیری خواهد بود برای ما و به شدت هم سرنوشت ساز. انرژی ساترن انرژی ساخت و سازه. خب انرژی خیلی خشک و خیلی با دیسیپلین و خیلی آره دیگه 2 تا 4 تا و اینا، فرض کن مثل یک ژنرال ارتش. از طرفی انرژی نپتون خیلی بامزه است، انرژی رهاییه، انرژی جالبه ها. فکر کن یک دیسیپلین، یک نظم، یک 2 تا 4 تا، یک سختگیری خیلی خشک میرسه به یک رهایی، یه انرژی که میخواد آزاد و رها باشه و بعد این دوتا با هم ترکیب میشن. ببین چه کنفیکونی میشه، همه چی قراره به ترکه. البته میگم این ترکیدن اصلا ترکیدن بدی نیست که بگیم منهدم میشه، نابود میشه به این معنی که دوباره از نوع قراره که ساخته بشه. اینشه که قشنگه و این خیلی هیجان انگیزه، خیلی جالبه. این دوتا انرژی دست به دست هم میدن تا من و شما بتونیم به راحتی بسازیم، بتونیم به راحتی تخریب کنیم و با درد کمتری بسازیم. میدونی چی میگم؟ و با اشتباهات کمتر. چرا؟ چون به بلوغه رسیدیم. ما الان میراث قبلیمون رو داریم زندگی میکنیم، انتخابای قبلیمون، برنامه‌ریزی که قبل کردیم. الان میرسیم به اون جایی که اینا رو یا باید کامل عوض بکنیم که معمولا این اتفاق نمیفته، یه جاهایی رو ما باید چیکار کنیم؟ باید مثل این لاک غلطگیر برداریم، اشتباهاتمون رو ازش درس بگیریم. ساترن اومده که به ما این رو یاد بده که اشتباهاتت رو من به تو عیان و نمایان میکنم و تو اونجا از این درس میگیری و چون نپتون رو هم کنار خودم دارم تو راحت بدون تعصب میپذیری اون پذیرشه که یک سره دارم بهت میگم و بعد میری سراغ این که تغییرش بدی. بازسازی هویتی داریم. بازسازی یعنی مثلا یک اتفاقایی که میفته این هستش که یه هویی مثلا شما شب میخوابی صبح بلند میشی به این نتیجه میرسی که خب من کیم اصلا، من چیم، من چی میخوام، حرف حساب من چیه. نترس از این اتفاق، از این سوال، از این دگرگونی فکرت. این یعنی که شما به این نتیجه رسیدی که باید تغییر بکنی و این یعنی که شما تحت تأثیر جناب ساترن و نپتون هستین در نشان
کاردینال قوچ و اون انرژی آتیش قوچ اصلا چه وضعی شده. اون انرژی قوچ داره شما رو به کمک اون ساترن بفرمایید که نپتون میاد و وادارتون میکنه، آتش میندازه به جانتون و شما رو وادارتون میکنه که خواسته یا ناخواسته برید به سمت و سویی که انرژی های کیهانی میخوان و مسیری که کیهان، خداوند، ستارگان، سیارات برای شما در نظر گرفتن و ما هممون تأثیر میگیریم از این داستان. ما به لحاظ در واقع شخصی به این نتیجه، هویت فردیمون به این نتیجه میرسیم که کی هستیم، از کجا آمدیم، چی میخوایم از زندگیمون و این خیلی خوبه. ساترن میکوبونه، از نو میسازه و نپتون هم به ما میفهمونه که آقا یه مقداری عقلانی فکر نکن، بذار من کار خودم بکنم، خیلی سخت نگیر، بسته نباش، ذهنتو رها کن و به ندای درونت که ندای من نپتون هست گوش کن. من تو رو جای بدی نمیبرمت، من تو رو به مسیرهایی میبرمت که برای تو خیلی خوب خواهد بود. فقط این که بازم میگم ما باید بپذیریم، اگه نپذیریم اونجا ساترن با اون چوب زیباش یه جوری میزنتمون که قشنگ بفهمیم و اونجا درد خواهیم کشید. برای این من میگم بپذیریم تغییرات رو که درد نکشیم، چون ما لاجرم از تغییر هستیم دوستان عزیز. و یادت باشه تنها رمز موفقیت توی این دوره جدید پیش رو روبرو شدن با ترسات هست. نه اینکه مثلا از بلندی میترسی بری بپری پایین، نه، روبرو شدن منطقی با ترسات. یعنی مثلا از صبح بلند شدن، سحرخیز بودن میترسیدی، کم 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 میبینی که داری سحر بلند میشی، صبح بلند میشی. مثلا از فلان انجام دادن فلان کار میترسی، از اینکه مثلا سر کار توی اداره با محل کارت، با همکارات در واقع خیلی جدی باشی، خیلی رک صحبتتو بکنی، خواستهاتو بگی، توی خونه، توی روابط کاریتون، روابط عاطفیتون، اینها همه شاید شما دچار یک داستانی شده باشید که خیلی خودتون رو ندیده بگیرید، خیلی اجازه داده باشید که دیگران شما رو نادیده بگیرن و خواسته‌های شما اصولا درجه 600 اهمیت بوده باشه. الان دیگه به این شجاعت و به این باور میرسید که خب نه، من هم آدمم، من هم باید زندگی کنم، سهم من از این زندگی چی میشه و شما میرید سراغ این که سهم خودتون از زندگی بگیرید و این خیلی خوبه و این به شما این قدرت رو داده در واقع این که بتونید از خودتون دفاع بکنید و این عالیه، این عالیه. ما باید بدونیم که در زندگی چی میخوایم و بریم دنبالش. پس بدون ترس برو جلو دوست عزیزم و اصلا ترسی نداره. مگه قرار چیکار کنی؟ میخوای بری جنگ که میخوای با مثلا پارتنرت، با شریکت، با پدرت، با مادرت، با همکارت بهشون بفهمونی که من اینها رو میخوام و شما این کارا رو نباید بکنید، این کارا رو باید بکنید و کما اینکه شما هم یه سری کارها رو رعایت میکنید یا انجام نمیدید یا انجام میدید در قبال اون دوستان. ترکیبی که اتفاق افتاده ترکیب رویایی و طلایی هستش. میگم ترکیب برنده من اسمشو میذارم. مثلا یک عجیب غریب شده همه چیز رو. ما ممکنه که به این نتیجه برسیم مسیری که داریم میریم با اون چی ذهنیت ما، با روحیات ما، با روان ما در تناقضه. ممکنه یا مسیرمون رو اصلاح بکنیم یا کلا مسیر رو دندقب بگیریم برگردیم، یعنی بفهمیم آقا کلا راه و اشتباه رفتیم. یا هم که نه، ممکنه که ببینیم آقا مثلا من داشتم اینجوری میرفتم، یه کمی منحرف شدم چپ، منحرف شدم راست و از مسیر مستقیم خارج شدم و باز دوباره برمیگردیم به اون مسیر و باید این کارو بکنید. بشین یه گوشه با خودت فکر بکن، چون الان دیگه قلب و روح تو دوست عزیزم دیگه رسیده به این جایی که این قدرت رو داره که بتونه خیلی خوب و قدرتمندانه تصمیم بگیره. پس اصلا از تغییرات نترس و برو تو دل تغییراتت. نشان قوچ نشانی هستش که خودتون رهبری زندگی خودتون رو به دست خواهید گرفت. یعنی از زیر فشار اطرافیان میایید بیرون، از این که مثلا خیلی به حرف گوش کن باشید تغییر خواهید کرد. نشان قوچ شما رو وادار میکنه به این که خب حالا دیگه من باید فرمانده زندگی خودمم. فلانی رو، حالا نه اینکه بحث بیادبی باشه آدم بره بگه نه به تو چه، به تو ربطی نداره، من خودم میفهمم. نه، اینکه میخوایم بگیم خودمون میفهمیم که فله، ما هیچ وقت همه چیز رو نمیفهمیم. این رو یادمون باشه هممون. و اینکه ما باید با دیگران خیلی مؤدبانه هم برخورد بکنیم. این هم چون از شخصیتمون به دور هست که بخوایم خیلی بد با طرف صحبت بکنیم، مثلا که بزرگترمون هم باشه. ولی
چیزی که وجود داره این هستش که این نشان کاردینال قوچ به ما این توانایی رو میده که ما خودمون زندگی خودمون رو بر عهده بگیریم، مسئولیتش رو و بپذیریم و 2 روز دیگه سرگ اگرم اتفاق بدی افتاد، اگر انتخاب نادرستی کرده بودیم، من فردا دیگه باز باید اون مسئولیت اون اتفاق و اقدام رو هم باز خودمون بپذیریم. یعنی دیگه نمیتونیم فرافکنی کنیم که نه فلانی گفت چون فلانی گفت اوکی، تا الان چون فلانی گفته، تا الان زندگیت دستخوش تغییر و تحولاتی بوده که دیگران برات رقم زدن. دوست عزیزم الان با توجه به وضعیت قرارگیری ساترن و نپتون در نشان قوچ، این انرژی رو داری که خودت پاشی برای خودت زندگی تو تصمیم بگیری ببریش جلو. پس پاشو یا علی مدد، پاشو دست به زانو بگیر، بسم الله کن و شروع کن ساختن زندگیت. و این به تو این توانایی رو در واقع داده، جهان هستی این توانایی رو به تو داده و در اختیار تو گذاشته. پس اگر الان دیگه دست بکنی و 2 روز دیگه باز بیای بگی که فلانی باعث شد من زندگیم فلان شه، دیگه اونجا یه مقداری قبول کن که من نپذیرم ازت دوست عزیز و خودت نباید از خودت بپذیری، چون خودت داری زندگی خودت رو با دست خودت خراب میکنی. پاشو زندگیت رو بساز، تو قدرتش رو داری. قدرت از کجا میاد؟ از قوچ. شاید الان بخوای بگی که من به خاطر اینکه فلانی و بهمانی گند زدن تو زندگیم من دیگه الان انرژی ندارم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، تنم پر از زخم شده، خودم دهنم سرویس شده، مسیرم به قول معروف این مسیری که اومدم دیگه پاهم تاول زده، بدبخت شدم، دیگه انرژی ندارم. اوکی، اگر چند تا نکته، چند تا سوال، اگر دست رو دست هم بذاری این مسیر تا الان به اینجا رسونده، طبیعتا جلوتر بری بدتر میشه. پس باید تغییر بکنی. تغییر کردن درد داره، ناراحتی داره، اذیت میشی، اما تغییر کردن یک رمز خیلی، ببین رسیدن به موفقیت یک نکته داره و اون داشتن هدف هست و برای رسیدن به اون هدف شما باید دیسیپلین و نظمی داشته باشی. اگر برای گفتم یادته به اول کار گفتم دفتر برمی‌داری شروع می‌کنی اهدافتو توش نوشتن، مسیرهای رسیدن به اهدافتو می‌نویسی، هدف گذاری می‌کنی، مسیرش هم مشخص می‌کنی. حالا برای اینکه به اون هدف برسی همه چیز مشخصه، فقط باید چیکار کنی؟ آفرین، باید نظم داشته باشی، دیسیپلین داشته باشی. این دیسیپلین، این نظم، این تعهد به رسیدن. ببین شما باید به هدفت تعهد داشته باشی دوست عزیزم. وقتی که به هدف تعهد داشتی اونجاست که اون وقت شما میتونی بهش برسی. با همه خستگی های تن و روانت بلند میشی، کار میکنی و بهش میرسی. چرا؟ چون خودت قراره بسازیش. دیگه ولش کن که فلانی گند زده تو زندگی یا بهمانی اومده یه بلایی سرت آورده. اگر تا الان خوش گذشته که خب از ادامه بده، چرا داری گله میکنی؟ اگر خوش نگذشته و داری گله میکنی یه جای کار میلنگه و تو هم میدونی و فقط میمونه این وسط همت که به همت در واقع باید جهان رو فتح بکنید. شما به این درک و فهم خواهید رسید از اینجا به بعد که افرادی رو که نقاب به صورت میزنن رو بشناسید. کشف و شهودی خواهید داشت که به لحاظ معنوی، به لحاظ روحی روانی این قدرت رو پیدا خواهید کرد. افرادی رو که دروغ میگن، افرادی که دارن زیر رو میکشن رو بشناسید و این افراد رو شما خیلی 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 خوب متوجه دروغاشون، متوجه فیک بودنشون میشید که اینا دارن دروغ میگن، دارن کلاشی میکنن، میخوان یا بحث حالا مالیه که میخواد یه پکیج چیزی به شما بفروشه، یا هم که حالا به هر دلیلی داره دروغ میگه و یک حالا قصد و نظری هم بحث پشت اون دروغ گفتنش وجود داره و تو دوست عزیزم اینو کامل میفهمی. این که شما به یک بیداری معنوی میرسید، یهویی میبینیم که اوه بابا اینم که بابا کلاهبردار در اومد، اینم که اصلا دیگه نگم برات، این دیگه بابا باز این همه کلاهبردارن، این دیگه تندیس کلاهبرداراست، یعنی دیگه این اصلا دیگه تهشونه و شما اینا رو میفهمید. دست این افراد برای شما رو میشه و شما میفهمید تفاوت افرادی که راست میگن، صداقت دارن و افرادی که کلاشن، افرادی که فیکن، افرادی که دروغگوان و اومدن که سر شما رو کلاه بذارن، حالا به هر دلیل، حالا یا پول ازتون بگیرن یا بحث مسئله قدرت و این طور چیزها رو شما رو بتونن به توسط حالا اون معنویت هایی که براتون بیان میکنن که دروغین هم هست شما رو بتونن هدایت بکنن. به لحاظ گفتم سیاسی رو گفتم، ممکنه که یک سری اتفاقها بیفته به خاطر همون عدم وجود حقیقت در رفتار سیاستمداران، عدم وجود حقیقت در رفتار
توی سوشال مدیا، توی اجتماع، توی روابطمون، اصلا روابط فیزیکیمون با مثلا پارتنرمون، با خانوادهمون، با محل کارمون، اینا همه نقاب هاشون میفته و اینکه خیلی میتونیم امیدوار باشیم به اینکه آدم ها چهره واقعیشون رو ما میتونیم بفهمیم. این خیلی عالیه. همه ما از اون سردرگمی، از اون ندونم کاری در میایم، از اینکه نمیتونیم یه سری چیزها رو تشخیص بدیم، حقیقت رو نمیتونیم تشخیص بدیم، میتونیم بگیم که به پایان خودش رسیده و ما مثل انگار که یه چراغ قوه دستت گرفتی داری میری. خب معلومه که تو چاله نمیافتی دیگه، راه میبینی. الان اون وضعیت ساترن و نپتون اینطوری شده که چراغ قوه رو دادن دستتون، روشن، پرنور، مرتب، قشنگ میری مسیرتو میری، راهتو پیدا میکنی و اون چراغ قوه رو شما رو چهره هر کسی بندازی میفهمی که کیه، زن، مرد، سنش زیاده، کمه، لباسش چیه، به چه شکل هست. این خیلی عالی هستش، این خیلی عالیه و حواست باشه متقابلا دیگران هم اون چراغ قوه رو دارن ها. یعنی منی که چراغ قوه‌ای دستمه میندازم رو چهره شما، بعد خوشحالم میگم او دیدی چهره واقعیشو دیدم اینجا فلانجا رو دروغ گفت. خب متقابلا شما هم وقتی که داری چهره منو میبینی، چهره واقعی، درونیات من رو، افکار من رو، حالات روحی من رو میتونی درک بکنی. خب میفهمی که من فلانجا دارم زیر و رو میکشم، فلان کار بد رو کردم، اومدم جلو با قصد سوء و طبیعتا شما هم از من دوری خواهی کرد و خیلی اینم حواسمون باشه، یعنی متقابله ها، حواسمون به کارمون، به خودمون و به افکارمون باشه که اونها هم خیلی عیان برای دیگران خواهد شد. بسیار عالی. یک نکته رو هم فقط به عنوان نکته پایانی بگم، این که در ویدیوهای آینده که من به زودی باز براتون خواهم گذاشت و خوشحال میشم تشریف بیارید ببینید، این هستش که نکته‌های خیلی خوبی رو بهتون خواهم گفت، یه سری سورپرایزهای عجیب غریبی بهتون خواهیم گفت، یه سری اتفاقای خیلی جالبی خواهد افتاد که اونا رو هم باز من میام بهتون میگم نکته‌هاش رو، نکته‌های کلیدیشو، چه تو عرصه بین المللی، چه تو عرصه کشور خودمون، چه تو عرصه سیاسی و چه تو عرصه شخصی، تو عرصه کار، تلاش خودمون، بحث رسیدن به اهدافمون، این که چهره واقعی ایکس. ببین همه اینا یه پکیجیه که انقدر انرژیش بالاست که من یکی خودم خیلی هیجان زدم. این نوید رو بهتون میدم که در روزهای آینده به زودی سعی میکنم باز ویدیوهای بهتری رو بهتون بگیرم به لحاظ اطلاعات بیشتری که قراره بهتون تقدیم بکنم، براتون تقدیم بکنم. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که سابسکرایب بکنید که ویدیوهای بعدی که ویدیوهای واقعا مهمی هم هست، حالا انشالله ویدیوها رو بگذارم خواهید دید که چه نکات، باز اونجا هم یه سری نکات طلایی رو خدمتتون خواهم گفت. و اینکه چنل رو سابسکرایب بفرمایید، ویدیوها رو طبیعتا براتون نوتیفش میاد، میتونید تشریف بیارید ببینید. ممنون میشم از اینکه ما رو هم به دیگران معرفی بکنید اگر ویدیوهای خوبی بود و دمتون گرم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید، در پناه خدا باشید و خدا حافظ.